هر جا شما ما رو دیدید بزنید، مبارکتون. هر جا ما شما رو ببینیم میزنیم، مبارکمون. امیرحسین قیاسی مجری گستاخ برنامه نیمه شب بیانیه ای رو به دوربین های تلویزیونی روخوانی کردن و اون بیانیه رو دیسبکی به دیس ما در برنامه قبل دونستن. آقای قیاسی، کاری که ما انجام دادیم دیس نبود، یک دیسبک بود به رفتار شما در تایمی که ما برنامه نداشتیم. شما بارها برنامه‌تون رو با خبر بد برای ابوطالب حسینی شروع کردین. خبر بد برای ابوطالب؟ ویدیو دلار 78 تومانی که افکت سیاه و سفید داشت و آهنگ‌های سوزناک به شدت روش نشسته بود و خاطره ساز چند نسل بود رو شما نابود کردین. دلار چنده الان؟ 78 تومن. دلت برای همین دلار تنگ میشه. لفظ مبارک چی شد ازگل رو با حالتی نامتعادل به زبان نامبارکت آوردی. چی شد؟ چی شد ازگل؟ و ویدیوی خیلی زشت شد رو به بدترین شکل ممکن بازسازی کردید. خیلی زشت شد. جواب ما چی بود؟ تنها سکوت کردیم برای اینکه آرامش به این منطقه و شهرک نگینان 360 برگرده، اما ادامه دادیم.